بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله صلات و سلام علی رسول الله محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بیننده های نهایت عزیز تلویزیون ایمان و برنامه انعکاس، السلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم صحت و سلامت باشین و این ایام سال جدید به خوشی و آرامی سعادت سپری کرده باشین. و بازم خداوند شکرگزار هستیم که باز دوباره چانس میسر شد که بتانیم یک برنامه دیگر خدمت شما تقدیم کنیم. امیدوار هستیم که داشته هایی که برای این برنامه است مورد پسند شما واقع شود و انشاءالله که سال نو است، سال جدید است، سال 2021 میلادی است. انشاءالله که به فال نیک میگیریم. میره صحبت ها هر طرف است مورد سال نو جدید است و انشاءالله تعالی که ایره ما مسلمانا به سال 2021 میلادی و سال است که به حساب از سال 2020 جمع میکنیم میریم به سال 2021 که امروز روز پنجم است. هفته پیشتر سال نو بود و روز جمعه برابر شد و به هر صورت قراری که ما میبینیم همه روزها روزهای خداوند است و ما مسلمان ها برای ما کدام تبعیض در روز نیست. از نظر تجلیل ما مسلمان ها دو روز تجلیل میکنیم که برای ما گفته شده توسط پیامبر صلی الله علیه و و همچنان قرآن تاییدش کرده که روزهایی است که ما اون روزها را میتونیم تجلیل کنیم که ایدین ما شماست. اما دیگر روزهای دیگر که از ذات خود تا جایی که مسائل دینی و مذهبی دیگر مردم درش داخل نباشه یا بدعت ها درش نباشه، چیزهای خرافاتی درش داخل نشده باشه، مورد تایید است. و سال نو ما به فال نیک میگیریم. قرار که عرض کردم هر روز ما شما روز نو است. هر سال ما شما میتونه سال نو باشه. همین که صبح از بستر میخزیم یک روز نو تجربه میکنیم. هفته پیشتر ما سر تغییر گفت زدم که ما چی رقم با وجود خود یک تغییر ایجاد کنیم و ما شما میتونیم با بنای مختلف به حساب تغییر با خود ایجاد کنیم. و این سال نو ما امروز مقایسه میکنیم با سالی که گذشت، چی چیزها را دیدیم، چی چیزها را ندیدیم، واقعا روزهای بسیار سخت دیدیم و با خود محاسبه کنیم. هدف از است که ما هر روز و هر فرصتی که میافیم چی رقمی را میتونیم که به نفع دین خود و دنیای خود استفاده کنیم. کل صحبت همیست و بندگان خدا را خداوند همیشه به تقوا تشویق میکنه. میگه شما متقی باشین، بهترین شما متقی ترینتان است. پس محاسبه نفس یک موضوع بسیار بزرگ است که ما میتونیم میره در مبحث سال جدید یا محاسبه جدید یا خود در حساب بگیریم که چی چیزها را داشتیم در سال گذشته و چی چیزها را نداشتیم، چیزهای خوب همراه خود بیاریم و چیزهای خراب که داریم چی رقم از خود دور کنیم. تجربه خراب که هست از او چی بیاموزیم، درسایی که هست. و این یک وظیفه تمام مسلمان است. دین و نصیحت، یعنی دین به حساب نصیحت است. این که هر روز گفته میشه تا اگر شما را یاد دارین اگر میفهمین گفتنش میگن احسن است، تکرار احسن. و ما محاسبه را به حساب بر خود میگیم که اگر امروز تیر شد، روزی که تیر شد برای فردا چی رقمی را بهتر میسازیم، ماهی که تیر شد ماه آینده را چی رقم بهتر میسازیم، سالی که تیر شد سال آینده را چی رقم بهتر و برتر ساخته میتونیم. طبعا از خودی سوال داریم که امروز ما چی بود، امروز ما چی کردیم. در قسمت محاسبه یک موضوع بسیار دلچسب و با اهمیت است که کل ما شما در این باره میفهمیم که هر کس خود در محاسبه بگیره. و یکی از احادیث پیامبر صلی الله علیه و است که میگه شما خود در محاسبه بگیرین پیش از اینکه محاسبه شوین. و حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه این تاکید میکنه، میگه با خود همیشه در محاسبه باشید. و همین حدیث فکر میکنم حضرت عمر چی کرده روایت کرده. به هر صورت یک موضوع است که ما خود در محاسبه بگیریم پیش از اینکه محاسبه شویم. چی مفهوم داره؟ یعنی در اینجا کل ما در این دنیا مدنی هستیم و رفتنی هستیم و هر عمل ما شما ذره به ذره و مثقال به مثقال حساب میشه. پس وظیفه ما و خودت ای مسلمان چی است؟ کسی که الحمدلله کلمه میخوانیم، کسی که
سالها را تیر کردیم. میبینین ما فکر میکردم دیروز من یک برنامه داشتم برای سال 2020 قراره که ببینین اون رقم که آب 2020 برد 2021 ما شما اگر عمر باقی بود یک روز امیر تفسیر میکنیم. دست مجموع عمر در گذر است، عمر وفا نداره، اما ما با مسئولیت باید زندگی کنیم و سر از این فکر کنیم که سال آینده ما پیش از اینکه از این دنیا بریم، پیش از اینکه گفتگان اکسپایر شویم چی کارا کردن میتونیم. چند سوال بسیار عمده است پیش از اینکه ما یک آیه از قرآن برای شما اینجا رفرنس بدم که سر از او صحبت کنیم که خداوند برای ما چی توصیه داره توسط قرآن. چند سوال از این هفته پیشترم به یک شکل که شما را مطرح کردم، اما دور از مفاد نیست که دوباره مطرح کنیم که چند سوال نزد ما سوال که سنجش کنیم که سالی که گذشت، سال 2020 رابطه ما با خالق ما چی نبود. الحمدلله کسایی که برنامه را میشنوند به هر شکل که هست و به زبان فارسی حتما الحمدلله طرف مقابل ما مسلمان است، طرف مقابل ما کسایی است که ایمان دارن، الحمدلله گپا کلش برای تکرار احسانشان است. و رابطه ما با خداوند چی رقم بود؟ آیا ما قسم که لازم بود عبادت خداوند در سال گذشت کردیم؟ آیا ما هم صبر لازم را که خداوند از ما میخواست صبر کردیم؟ آیا شکر کردیم، شکرگزاری خداوند انجام دادیم؟ حلال و از حرام تشخیص دادیم و بر مردم دیگه کمک کردیم، صله رحم داشتیم، برای خود چی کردیم و دیگرها؟ این سوال است که اول رابطه ما با خداوند چی رقم بود؟ آیا نمازهای ما، آیا عبادات ما، آیا رابطه ما با قرآن چی رقم بود؟ این سوال است که بکنیم. یعنی یک نقطه آغاز بسیار خوب شده میتونه که سال نو با فال نیک بگیریم. بعد از اون سر مسائل ازی که در سال گذشته چی چیزا بود و چی چیزا شد که به سال آینده چی رقمی سال به حساب ما پیش ببریم و با اهداف و آرزوهایی که داریم به حیث یک مسلمان موفقانه هر روز و شب ما شما به طرف مثبت پیش بره، آرامش خاطر داشته باشیم، وجدان ما راحت باشه که اگر ما فرض محال در این حوادث کرونایی و غیره از دنیا رفتیم که چانس داره، از او خاطر ما وظایف خود انجام داده باشیم، مسئولیت‌های خود انجام داده باشیم. پس ای برادر و ای خواهر مؤمن و مسلمان ما، از همه روز که زیادتر ما شما امروز توجه با خالق خود کنیم، با دین خود کنیم و اگر سستی و تنبلی کردیم به مثال نو تصمیم میگیریم. ما سال چند دفعه تصمیم ها رو میگیریم. یک تصمیم در ماه رمضان که خارج میشیم میگیریم، مثلا ماه دیگه ما کمی تصمیم ها رو میگیریم، از جمعه به جمعه تصمیم میگیریم، از شب تا به صبح، از صبح تا به شام تصمیم میگیریم. اما سال نو به می فرق نمیکنه، یکی از روزهای خداست. در این ما شما در قسمت مسائل دینی ما کدام نقص نمه، در جایی که زندگی میکنیم، تاریخ تولد اولاد ما میلادی است، از خود ما شما میلادی شده، چه که ما آخر ما را کرایش که میتیم یا مورگیج خانه خودم میتیم تاریخ میزنیم، کل حساب کتاب ما شما به این است. پس به این سال که یک سال که به سال دیگه تحویل گرفته میشه، ما در این میتونیم که به حیث مسلمان ها سال خوب پیش بینی کنیم برای خود و با یکی دیگه خود تبریک بگیم. در هیچ کدام نقص نیست. تمام کسایی که به حساب ما داد و معامله دارند در این قسمت کلگی هم نظر هستند الحمدلله. دوم خود در محاسبه بگیریم که رابطه ما با خانواده ما چی رقم بوده در سالی که گذشت، اطفال ما، همسر ما، صله رحم ما با دوستای ما، با فامیلای ما چقدر تانستیم که واقعا رقمی که لازم از نزدیک باشیم و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چقدر در زندگی ما رول داشته، چقدر دربارش فهمیدیم در سالی که گذشت، چقدر ازش دفاع کردیم، چقدر ازش آموختیم و همچنان خود تحت نظر بگیریم که ما صحت خود به حساب چی کنیم، ارزیابی کنیم که از نظر صحت در کجا قرار داریم، از نظر معنویات در کجا داریم، از نظر رویات ما شما چی حال داره و دانش ما در کجاست، از وقت خود چی رقم استفاده کنیم. این سوالایی است که ما را بر خود خلق میکنیم، این سوالا را که بتانیم که چی رقم سال نو واقعا یک سال بسازیم که انشاءالله تعالی نیت ما و خود ما تغییر داشته باشیم که به درد کلگی بخوره. مؤمن همیشه هوشیار است. مؤمن میدانه که چی به نفعش است و چی به نقصش است. ورزی که مؤمن کسی است که با قرآن ارتباط داره،
مسلمان کسی است که میتونه مؤمن خوب باشه. هر مسلمان مؤمن شده نمیتونه. برای که مسلمان ها باید وقتی که سر خود کار میکنن ایمان خود در اون نقطه برسانن که تمام اوامر خداوند رقم گفته بجای کنن و خداوند از خود راضی نگاه کنن، با تقوا باشن، میشن که مؤمن خطابشان کنیم. از این خاطر مسلمین و مؤمنین ما شما داریم. مسلمان کسی است که کلمه را خوانده و قبولش کرده و در قلبش او را تصدیق کرده، این آدم مسلمان میگه. اما مؤمن کسی است که باز در اینجا ایره نگاه نکرده که در میره ایمان خود چی میکنه؟ عمل میکنه. ایمان که عمل مساوی است و تقوا را کدش پیشه میکنه. اینجا یک فرق است. از این خاطر ببینیم که سالهایی که در سال 2020 چی چیزها را ما از دست دادیم، اول سر از صحبت کنیم و چی چیزها را به دست آوردیم. این مهم است سر از صحبت شود که ما در سال 2020 چی چیزها را از دست دادیم و چی چیزها را به دست آوردیم. مثلا ببینیم که چیزایی که به نفع خود ما بود چی چیزها بود، چی نوع عادت‌ها داشتیم، چی نوع کارهای خیر کردیم که با خود با 2020 بریم. در سال 2020 که تیر شد، سال شروع کرونا که از ماه فوریه شروع شد تا پیشتر از او، اما ما متوجه ازی قراره که دنیا متوجه ازی شد، از ماه فوریه به بعد متوجه شدن واسطا ای بلا و یا آفت سماوی و حساب و کلگی دامنگیر رو مبتلا ساخت و امروز نمیفهمیم که ما نفر بعدی استم یا تو نفر بعدی استی. حال همو رقمی که انتشار میکنه واقعا رقم است که آدم گفته نمیتونه که کی از این مسئول است کی محفوظ است. نه ماسک آدم میتونه که 100% گارانتی کنه، نه آیسولوشن یا قرنطین. هنوز هم کسایی هستند که حتی که کس نشیشتن مبتلا به این مرض شده. پس در این صورت ما زیادتر خداوند به حساب چی میکنه؟ ما با خداوند باید زیادتر نزدیک خدا بسازیم، برای که روز به روز شرایط بدتر شده رفته و این شرایط بدتر به این معنی نیست که ما باعث مسلمان قبول داریم هر چیزی که میاد جانب خداوند است که چی رقم موضوع دیگه است. ما نفسای ما شما ما خود انسان ها با فسادی که بر روی زمین ما انجام دادیم، همی که یکی دیگه خدا حقوق یکی دیگه را خوردیم، قتل نفس کردیم، ظلم کردیم، یعنی فساد و همه چیزی که قومای گذشته، قومای پیغمبرا و حساب اقوام دیگه این کار کردن و پیغمبرا وقتشون نازل شد بر از یا چی دادن؟ اخطار دادن، هشدار دادن، اینا گوش نکردن و بر بالای کلش آفات و بلاها نازل شد. قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط و کل کسایی که شما مطالعه کنید پیغمبرا در این قسمت قوم یونس علیه السلام کل از یا به شکل مورد امتحان قرار گرفتن و قوم موسی علیه السلام به امتحان قرار گرفتن و همچنان یگانه چیزی که میمونه پیغمبر صلی الله علیه السلام بلا از برای امت خود نخواسته، یعنی دعایی نکرده که بلا یا آفت نازل شود برای امت ما و ما از خاطر زمین این امتحان را که میبینیم، این مرض طاعون در وقت پیغمبر صلی الله علیه السلام بوده پیش بینی شده و تا وجود داشته در زمان خلفای راشدین. پس این مرضی که گفته شده تا تاریخ بشر به اشکال مختلف آمده و یوم یک از روز این که با یک قدر تکنولوژی و با یک قدر پیشرفت انسان ها که فکر میکنن انسان ها توبه نعوذ بالله خدای روی زمین هستند، یکی کنترل کرده نمیتونن. ناتوانی ما خودت نشان میده، ناتوانی بشر نشان میده که بشر چقدر ناتوان است مقابل قدرت خداوند و این باید ایمان ما را بلندتر بسازه. این باید توکل ما را و توجه ما را و رابطه ما را که خالق ما بهتر بسازه، برای که یعنی بفهمیم که خالق موجود است، یک قدرت وجود داره که تمام زندگی، حیات و ممات ما با دست از اوست. این برای ما سال نو یک سال باشه و سالی بود که افراد زیاد از دست دادیم. سال 2020 ما شما دوستا، آشنانا، همکارا، همسایا، همشهری در مجموع در امریکا شما تصور کنید که 325,000 نفر به حساب از بین رفته و یکی یک آمار درست باشه و هر روز به اندازه 2000 تا 3000 نفر تلف میشه. این رقم تلفات امریکا تا حال ندیده بود. البته به سایه جهانی 1 میلیون نفر هم دیده شده که در اثر یک شوق یک مرض از بین رفته. اما این مرض و این تکلیفی که عاید بشر است
واقعا بسیار، یعنی بسیار افراد از بین ما گرفت. کار خود از دست دادیم، کارهای خود از دست دادیم، آینده خود به شکلی از دست دادیم و پلانهای شخصی و کارهایی که داشتیم کلش نتونستیم عملی کنیم. یک سال پر از ترس و غم بود، اندوه بود، اضطراب بود و کلگی متردد بود. و یک سالی که مساجد ما که ما به یاد نداریم که مساجد بسته شده باشه به اثر کدام عمل یا واقعه، اما بسته شد و تجربه تاریخی بود که ما را در جریان قرار گرفتیم. اقتصاد خراب شد، چی از مملکت، چی از دنیا، چی از مردم غریبتر شد، معتبر به سرحد غریبی آمد، به استثنای یک گروه مردمی که بر ازوای تاثیر نکرده، شاید هم بهتر شده باشه. و تمام جهان ما این صحبت بزنس ها بسته شد، مردم سرنوشت خود از دست داد، خانه هایشان از پیششان رفت، کسایی که کرام میدادن، کسایی که ماهانه برای بانک ها پیمن میکردن، خانه های خود از دست دادن. و این چیزایی بود که واقعا در مجموع اولادای ما از مکتب ماند و اکثر کسا کل در خانه ها قید ماندن، با مریضی و با اضطراب و با غم و اندوه کلگی به سر بردن. این چیزایی بود که به صورت خلاصه یاد شد که در سال 2020 کل ما شما تجربه کردیم. سوال پیدا میشه که سال نو آیا امروزی که ما هستیم کدام تغییر از سال 2020 است؟ درست است که نیست، اما ما در این یک خط فاصل میکشیم که چیزایی که در 2020 شده بود کلش مورد بررسی و چی خود مرور خود قرار بدیم، یعنی یک مرور داشته باشیم که چی چیزای مثبت و حساب برای ما آورد که ما از مثبت شکل خود بیاریم و چیزای منفیش دست شکل خود بیاریم که ما مستحکمتر و محکمتر پیش بریم. چیزایی که به دست آوردیم وقت زیاد با خانواده خود که یک کس فکر نمیکرد که ما اینقدر وقت با خانواده که نزدیک است و ما با همسر خود، با اولادای خود، با پدرها و مادرای خود اینقدر وقت داشته باشیم که یکی دیگر را ببینیم و زیاد بشناسیم یکی دیگر را، اطفال خود بشناسیم، خانمای خود بشناسیم یا شوهرای خود، کسایی که شوهر دارن شوهرای خود بشناسن که از چی خصوصیات برخوردار است که تنها در یک روز هفته یا 2 روز هفته که رخصت بوده ما او را ندیدیم. به استثنای کسایی که بیکار بودن یا متقاعد بودن موضوع مختلف است، اما عموم مردم کار میکردن و اکثر مردم حتی 2 نفر کار میکردن. یک فرصت مساعد شد که بعضی کسا در خانه ماند، اگرش یک تعداد هنوز هم بیرون کار میکردن اما اکثریت در خانه قلف ماندن. و یا ما حتی فهمیدیم که اولادای ما چی رقم با چی بازی ها با چی سرگرمی ها علاقه دارن، درس خود چطور میخوانن، کار خانگی خود چطور میکنن، چی مشکلات دارن و جنجالایشون چیست، چالنجایشون چیست، از نظر عادت چی عادت ها دارن، با مادر خود چقدر مشکل خلق میکنن یا چقدر کمک میکنن. این چیزایی بود که بر ما یک تجربه بسیار مختلفی بود که کل ما از این درس‌ها را با خود آوردیم. با بازی ها و سرگرمی های اولاد خود آشنا شدیم، قرار گفتم از مصروفیت روزانه که دیگه خبر شدیم، در مورد خود زیاد آموختیم، سر خود فکر کردیم، با خود تنها شدیم و دیدیم که چی چیزایی است که ما در فکر خود داشتیم که اگه وقت باشه این کار میکنم، اگه وقت باشه این کار میکنم و این آموختیم و در محیط خانه دانستیم که چی چیزایی بود که ما پلان داشتیم که ماها میخواستیم این کار بکنیم. پروژه خانه در خانه بود، در اولی بود، در عقب اولی، در پیشری اولی بود که کار میکنیم این کار میکنیم. بسیاری کسا بسیار زیاد در یک قسمت پیشرفت حاصل کردن. پروژه‌ای را که میگن وقتا ما تا با گراج خانه خود سر نتونسته بودیم بزنیم، در جریان از این رفتن گراج‌های خود پاک کردن، اولی خود جور کردن، پاککاری کردن، رنگ کردن، یعنی در مجموع خود مصروف نگاه کردن که یک تجربه بسیار عالی بود. اولادا با کمکشان اکثر جای شتافتن که یک درس دیگه بود که برای اولین بار یا دومین بار یا سومین بار پدر خود دیدن یا مادر خود دیدن که یک جا با هم دوستانه و صورت همکار کار میکنن و این چیزایی بود که راستی و از طرف دیگه ما را به تفکر و تعمق انداخت که با خود بنگریم و ببینیم که ما چی کمبودات خود داریم. مثل که بیشتر عرض کردم اون کمبودات را سرش پسان صحبت میکنیم که با خانواده خود چی رقم تعامل داشته باشیم. آیا که کسایی که ما در جریان صله رحم قطع کردیم چی رقم دوباره وصل شویم. ما را به انداخت
مثلا چیز دیگه که حاصل کردیم، اکثر کسا با تکنولوژی تا آشنا شدن. این مسائل زوم های فامیلی یا ویدیو کنفرانس های فامیلی کلگی موفق ساخت. یعنی راه دیگه موجود داره. اگر مسئولیت ها هست آدم میتونه از طریق مختلفی که با دیگه خود با تماس باشه. یعنی ماضی را که ما همیشه پیش میکردیم، این ماضی را ما کلش تجربه کردیم که راههایی داره با این شرایط امروز که بتونیم از این دور باشیم. و ما شما از این سال برآمدیم، چانس آوردیم از این سال برآمدیم. کسایی که در بین ما نیستن، عزیزای ما، دوستای ما، هر کسی که هست، بر دوستا و عزیزا و اعضای فامیل خود دعای خیر میکنیم که انشاءالله خداوند را غریق رحمت خود داشته باشه و جنات فردوس برین جایشان بسازه و از گناه و اشتباهی که یعنی مرتکب شده باشند خداوند بگذره و برزیا سعادت دنیای برین و آخرت باشند نصیب کنه انشاءالله تعالی. و اینا حتی بسیاری علما میگن که کسایی که در این مرض رفتن درجه شهادت هم خودش در جای مختلف داره که اشتباه نشه. شهادت هر کدامش تعریف داره، یک بحث جداست. درجه شهادت بردن این که بچی مفهوم است. علما میگن گناه صغیره بعضی کسا بخشیده میشه و گناه کبیرهشان بخشیده میشه. گناهایی که خداوند به حساب مقابل خداوند نافرمانی کرده باشند، بی‌اطاعتی کرده باشند، او را به استثنای شرک این گناه را شاید که الله العالم میگن خداوند ببخشه، خداوند خودش میفهمه کی را میبخشه کی را نمیبخشه، ما قضاوت نمیکنیم. اما شهید مقام داره که سر شهادت حتما علما صحبت کردن که پیغمبرای در یک موقف هستن، اولیاء در یک موقف هستن، بعضی کسایی هستن که بدون سوال جواب با حساب با بهشت میرن. این سوال است که در اینجا ما مطرح نمیکنیم و هیچ وقت روز یا سال و ما را نمیگیم که این سال بسیار سال نکبت بود و بدبختی بود، برزی که هر روزی که هست، هر دقیقه و ثانیه که هست صاحب از خداوند است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و بر ما میگه شما سال و روز یا را تقبیح نکنید، برزی که کلش چی است؟ صاحبش خداوند است و خداوند یعنی در تمام چیز مقامش حفظ است و موقفش حفظ است و با کل چیز کنترل داره. هر لحظه که تیر میشه به خداوند تعلق داره. از اون خود در قرآن یک آیه است که میگه روزهای خدا، ایام الله، به حساب روزهایی که به خداوند تعلق داره. از این خاطر ما نمیتونیم با حیث مسلمان که یک روز بد بگیم یک روز خوب بگیم. مثل که بعضی کسا میگه روز چهارشنبه این کار نکنین که حاجت دوباره داره. در دین ما چیزا نیستی، خرافات و مسائل است که آمده. متاسفانه که امروز با علم و دانش علمی و امکانات که داریم اکثر کسا این مسائل درک کردن و از این چیزا خود نجات میتن. الحمدلله این جای خوشی است و این بسیار مهم است که گپا را که ما زدیم بفهمیم که ما واقعا دانش علمی و در چه شرایط قرار داریم. و همچنان برای ما یاد میده شکرگزاری را که یاد بگیریم که چقدر هم شکرگزار باشیم در شرایطی که بود. هنوزم زنده مانیم، هنوزم کسایی که از خانه به حساب لندلاردشان نکشید یا بانک نکشید یا دامنانشان به شکل رسید. ببینید در خرابترین حالات هنوزم خداوند روزی خدا به بنده های خود میرسانه. اما کسایی که حاضرن ظاهرا روزی نداشتن خداوند و از راه مختلف برشان روزی رسان. برای که خداوند رحمان است، یکی از نامایش رحمان است و هیچ بنده خدا به حساب از فرط گرسنگی یا علاق نمیکنه. البته شرایط خاص داره که اگه کار میشه امتحان در پشت داره. و صبر و ما یاد داد که چی رقم صبر و شکیبایی ما چی کنیم اگر وقت تیر میشه، اگر در خانه هستیم، اگر عیش و نوش نیست، اگر زدن و کندن نیست، هنوز ما میتونیم زندگی کنیم. یک انسان یعنی به حساب میتونه که بدون از این مسائل هوا و هوس هم به شکل بتونه زندگی خود پیش بره. و می که ما سحر خیستیم یا برمیخیزیم میبینیم که سقف بالای سر ماست. همین سقف در ذات خود شکر کار داره که بعضی کسایی سقف امروز یا صبح یا دیروز دیده نمیتونستن. همین خودش شکر است در ذات خود. همین که در نقطه قرنطین قرار داریم، اگر مریض هستیم، همین چانس بسیاری کسا نداره. امروز شما میفهمین در کل جای شما مطالعه کنین، در انگلستان امروز، در امریکا، مخصوصا در لس آنجلس امروز باور کنین شفاخانه امبولانس ها را به حساب میگن کسایی که حتی سکته قلبی است نوردارینشان. برزی که دیگه مریضای دیگه حق اولیت داره که چیز. یعنی به این سبب یعنی
از است که کمبود نفر است، کمبود جای است از برای خدا. ببینید این دنیا را همین مردم 320 چند میلیون نفوس امریکا که کلانترین مملکت دنیاست، 50 استیت داره و اقتصاد بسیار بزرگ داره. امروز با مردم خود نه چپرکت رسانده میتونه، نه اکسیژن رسانده میتونه، نه نان درست رسانده میتونه، نه بیمه و غیره و غیره. یا در کلیه که دیگه خود میزنن. از خاطر چی؟ از خاطر قدرت به نام مردم. این راستی باعث خجالت است. امروز ببینیم که یا کسی که رهبر از این مملکت میشه امروز اینقدر خودخواه و اینقدر به حساب فضول و بی‌شرم میشه، بی‌حیا میشه که امروز فقط سر مفاد خود یک گروه خاص که اون در داخل گروه است سر از او فکر میکنه. اما ببینید خدای داریم که همین اکسیژن، همین صحت، همین نان برای ما قرنهاست که داده بر انسان، اما هیچ وقت منت نگذاشته. اما هیچ وقت، اما ببین وقتی که بنده در دستش قدرت نه، این رقم ظلم سر بنده میشه. امروز سر $2000 چک که برای کسای مستحق حتی امام چیز نیست، سر از این امیر هم نتانستن به مردم برسانن. مردم تباه کردن. 20-25 میلیون نفر بیکار است، پشت یک لقمه نان میگردن. هنوز هم میگن که در اینجا چی نشه، دزدی نشه، مردم در سرک خول نکنه دیگه. ببینید سیستم بشری اینی رقم سیستم است. اگر بشر سیستم میسازه، اگر درش تقوا و عدالت نمی باشه، اینی نمونهش شما ببینید. اینی دموکراسی که ما شما میگیم، دموکراسی اینی نتیجهش است. به نام مردم حزبا حکومت میکنه، به نام مردم سناتورا حکومت میکنه. اینقدر خودخواه هستن که اکثرشان سر مردم فکر نمیکنه و به نام مردم سر شانهای مردم سوار میرن، اما مردم تنها میگذارن. و این نمونه دموکراسی. شما در حکومت های برتر عدالتخواه مسلمان به حساب زمان در زمان اسلام شما سر بدین، در زمان عدالت عمری مثلا یا عمر ثانی که مردم از بس که نان و ثروت و دارایی زیاد بود، کس زکات نمیگرفت، کس خیرات نمیگرفت، برای که عدالت اجتماعی بود، کلگی حق خود میفهمید، مردم حول بود. این دین اسلام که ما شما ازش به حساب امروز صحبت میکنیم، تمام چیزا درش هست. این که خود ما خرابش کردیم یا خود خراب نشان میدیمش یا باعث شدیم که خراب ببینیم، این نقص ما و شماست. و در غیر از خداوند دین خدا، سیستم خدا پرفکت که میگن پرفکت خلق کرده، میگه در کار ما خلل نیست. شما سوره الملک که میخوانید میگه که در 7 طبقه آسمان به حساب کار ما به صورت درست است. و این زمین زمان برای شما آفریدم که شما را امتحان کنم به عمل نیک. پس خداوند کار خدا درست کرده و میکنه. ای ما و تو هستیم که خدا باید پیدا کنیم. همین سال دیدیم که کسی که ماسک داشت، کسی که اکسیژن تنگش داشت، این باید شکر کنه که امیر داشت. کسایی که نداشتن امروز جان خود از دست دادن. فامیلایی که کسی را نتانست که کسایی که عضو فامیلش بود ببینیشان و باید همدردی کنه و اینا گذشتن و رفتن. و ما شما چیزی کرده میتونیم است که هر نفسی که میکشیم خداوند هر چانس و لحظه‌ای که بر ما میسر میسازه. در ما دو شکر. خواجه صاحب انصار میگه، خواجه عبدالله انصاری میگه در هر شکر، در هر نفس دو شکر است. ما شما وقتی که نفس میکشیم، یکی ضعیف است، یکی شفیر، یعنی یکی بیرون کشیدن نفس، یکی داخل کردن نفس، که در دوز شکر است. اگه یکی انجام، یکی تکمیل نشه، ما شما اکسیژن در خون ما نرسه یا کربن دی اکساید از وجود ما خارج نشه، دوش بر ما خطرناک است. سبحان الله. چند دفعه ما شما سرزمین فکر کردیم سر از اکسیژن مفت، سر از اکسیژن که خداوند ما را چارج نمیکنه، اما با دست بنده که مفته امور ما شما را چارج میکنه و حتی بر ما نمیرسانه. امور این بنده است. امروز پول کسی که تکس داد، پولی که دستش حواله کرد، پول کسی که در اینجا رفت با بسیار مشکل فامیل خود اعلام کرد، 6 روز کار کرد، با این مملکت داد، کلش سلاح خریده میشه. 4 دیگر حرکت سلاح خود نصف پیسه بودی زیز مملکت بر سلاح میره، در جیب کسایی مفتن که با بیلون ها و میلیون ها دارن. اما مردم بیچاره هیچ کردن نمیتونه. واقعا با امید خدا دست خود قیل میکنیم. امور هم که در پشت بکچر میبینین، یگانه امید راستی خداست. اگر ما خدا رو معرفی نکنیم، خدا خودش ضرورت نداره که ما تو خدا رو معرفی کنیم. خداوند ما رو خلق کرده. توبه نعوذ بالله. ما در قسمت خالق زبان ما چی است؟ کر و کور و لال هستیم اگه بخوای خداوند. هر نفس که میکشیم قدرش بدانیم.
همین که یک تلفن داریم، یک وسیله داریم، با هم صحبت میکنیم و خبر یکی دیگر را میگیریم، کلش نعمت های خداوند است و خداوند تا به حساب بنده تا شکرگزار نشه، خداوند جنجال و مشکلاتش به می رقم نگاه میکنه و این صحبت دوام پیدا میکنه و ما دعا میکنیم برای کسایی که مریض هستند. قرار گفتیم کسایی که از فامیل خود دور ماندن، مریض هستند، خداوند شفای عاجل برشان بده. برای یک صلح و صفا و تمام روی زمین ما دعا میکنیم و یک مسلمان، یک مؤمن باید دلش کلان باشه. وقتی چیزی را بر خود میپسندین بر دیگران بپسندید و این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله است، میگه مؤمن ایمانش تکمیل نمیشه تا چیزی که بر خود میپسنده بر دیگران نپسنده. این کلان یک فرمول است، انما الاعمال بالنیات، بالنیات به شکلی که با اخلاص باشه. اگر به اخلاص نباشه قابل قبول نیست. و اینجا خداوند در سوره حشر یک آیه بسیار جالب به حساب، تمام آیات قرآن کلش جالب است، کلش عمیق است، کلش یکی از دیگه به حساب مهمتر از زندگی ما شما. اما در قسمت که چی رقم فردای خود پلان کنیم با قیزی صحبت سرزی میپیچیم، کمی فردایی که ما میگیم چی مفهوم داره. در اینجا آیت است، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ای الذین آمنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. میگه خداوند اینجا میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا دارید و هر کسی باید بنگرد که برای فردا، یعنی برای فردای خود از پیش چی فرستاده است و از خدا بترسد و متقی باشد. در حقیقت خدا با آن چی میکنید آگاه است. اینجا خداوند بسیار عمیق و مقبول تماس میگیره و میگه کسایی نباشین که خداوند شما فراموش کنید، یعنی خداوند فراموش نکنید و کسایی نباشین که خداوند فراموش کردن. ببخشید الله ایشان را چی میکنه؟ آلت سرشان میاره، سببی را باعث میسازه یا خودشان را باعث میسازه که خودشان فراموش خود شوند. خداوند این ضرورت نداره که ما یادش کنیم یا نکنیم. خداوند خالق ماست، اما ما با خداوند ضرورت داریم، ما با خداوند امید داریم. در این دعای دیگهش که میگه ولا تکونوا کالذین سوء الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. و چون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و او خداوند نیست آنها را چی که دچار خود فراموشی کردند و آنها همان نافرمانانند. این خداوند بر ما هشدار میده. این دعایی که برای شما خوانده شد که آیه چی است؟ یک پیام است، یک پیام بسیار عمیق است که انسان باید هوشیار باشه. انسان باید همونطور که برای فردای خود پلان میکنه، برای خانواده خود پلان میکنه، برای آمادگی میگیره، برای فردای که از این دنیا میریم آمادگی میگیره. پس ما وقتی که در این دنیا زندگی میکنیم میبینیم اینطور نیست که کل چیز آدم برای آخرت، کل چیز آدم برای آخرت باشه. تا که دنیا نباشه آخرت حاصل نمیشه. یعنی دنیا کشتی آخرت. پس در دنیا ما کارایی بکنیم، چی عمل باشه، چی کمک باشه، چی صله رحم باشه، هر کار خیری که به نوع خود و به بشر به هر چیزی کنیم از مسلمان، انشالله که با خود این عمل اگر به اخلاص باشه، به خاطر خوشنودی خداوند باشه، این خداوند حساب آخرت ما انتقال میده. ما شما سرمایه گذاری میکنیم، 401k، کسایی که از حساب آشناستند در جای کار میکنن، میخواین از او داشته باشن که آیندهشان یا دوران تقاعدیشان خود بگذره، پنشن می داشته باشن. بعضی کمپانی ها به حساب پنشن به حساب برای کارگرای خود میته، مثلا تقاعدی خود پلان گذاری میکنن، اقتصاد خود، فامیل خود که چی رنگ زندگی کنیم، از این خانه به خانه دیگه بریم. لایف اینشورنس برای خود میخرن که در این قسمت نظر اسلام پرابلم است لایف اینشورنس خریدن. این یک موضوعی است که خارج از بحث است. منتها یعنی ما یاد کردم که بعضی کسا از خاطر که بعد از اینکه خودش نمی باشه اولادای خود غمش بخوره به این مفکوره کار میکنن، سر درست بودن ندرست بودنش صحبت نمیکنیم و غیره و غیره. کسی آپارتمان داره میخواد خانه بخره، کسی میخواد اولادش کالج فند داشته باشه و کسی میخواد. کل از این جوابا چی است؟ یعنی ما بله این کارا رو میکنیم. البته کسایی میکنه که دوراندیش است، کسایی که پلان و حساب در زندگیشان پلان دارن، هدف دارن، آینده دارن، میفهمن که من اگر امروز جوان هستم سبا پیر میشم،
سوا ناتوانتر میشم، این کارا رو کردن نمیتونم اگر زنده بودم. اگر من نباشم با اولادایم چی بانم؟ هزار کار است که ما در دنیا پلان میکنیم. پس در اینجا خداوند میگه ما برای شما گوشزد میکنم. تمام کارهایی که میکنیم براتون مهم است، اما ذکر یک چیز دیگه مهمتر است که یک روز میرسه که شما از این دنیا میرین. باز وقت پشیمان میشین که ما کد خود چیز ناوردیم. خدا نکنه که تو باشه. پس این خود خداوند در این آیه که تلاوت شد در سوره حشر بر ما میگه شما چی کردین؟ از خدا را در زندگیتان داشته باشین و خداوند فراموش نکنین. حقوق خداوند فراموش نکنین. حقوق از خداوند فراموش کردن به این معنی که حقوق را بالای ما مونده که سرش صحبت میکنیم و از این خاطر خداوند بر ما گوشزد میکنه و کل ما ذائقه مرگ چشیدنی هستیم. کلگی با چشم سر میبینیم که مرگ چقدر نزدیک است به ما شما. خصوصا امروز امیال کل در خانه‌های خود قلف هستیم. از چی؟ از اینکه بیرون بریم دو حالت داره. یا ما را مرض میگیره شاید بکشه ما را، یا شاید باعث کشتن و از بین بردن دیگه کسی، مرگ دیگه کسی. پس ببینید امروز ما از مرگ به حساب فرار میکنیم، اما از مرگ ما فرار کردن نمیتونیم. وقتی ما که پوره شد کسی که در خانه شده بود قرنطینه هم شده بود رفت، با یک تماس کوچک یا دروازه خود باز کرد یا بیرون را برشکل. یعنی هیچ کس گارانتی نداره که زنده باشه. از این خاطر امروز از همه روزها که بهتر ما باید باعث مسلمان پلانگذاری آخرت خود کنیم. و برای کسی گفت که قیامت چی وقت است؟ یک کسی نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله مراجعه کرد، گفت یا پیغمبر صلی الله علیه و آله، گفت چی وقت قیامت است؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله برش گفت چی آماده ساختی بر قیامت؟ و تو چی فرق میکنه که امروز باشه یا صبح؟ مهم نیست که چی آماده ساختی برش. و کسی که ایمان داره، کسی که مسلمان است، باید ایره پیش چشم خود ببینه تا کی بر خود دلیل میسازیم ما که نه خداوند کریم است و رحیم است، نه خداوند بر ما نشان داده راهی است، خداوند بر ما اخطار و هشدار داده نتایی است. نه تنها از طریق پیغمبر خود، از طریق قرآن واضح بر ما میگه. این پیام واضحش است که بر ما میگه شما به حساب خداوند فراموش نکنین که باعث میشه خداوند که شما خود فراموش کنین، سرگردان باشین و پریشان باشین. و خداوند درباره آخرت صحبت میکنه که ما و دو چیز بسیار سرش پافشاری میکنه. خداوند میگه تا وقتی که شما با دو چیز تمسک جوین، اولش کتابش است. طبعا کسی که ایمان داره کتاب خدا را میخونه، قرآن را میخونه، با قرآن هم ایمان داره. و دومی که علم بیاموزین، یعنی اسماء حسنا که خداوند میره به حساب با آدم آموختان، در این تمام اسرار علم و دانش بشریت نیافته است. چون خداوند علیم است، خداوند علیم است، خداوند حکیم است و همه چیز ما شما را به حساب چیزی که داریم در وجود ما که هست همه چیز از جانب خداوند است. پس آموختن دانش دینی، آموختن دانش دنیایی، علم نافع برای یک مسلمان بسیار مهم است و مسائل دین فرض کفایه است. و از این خاطر دو چیز است که ما شما را میتونه نجات بده. طبعا پیغمبر از این جدا نمیتونه باشه، برای که برنامه ما پیغمبرها نازل شدن و پیغمبر ما مفسر قرآن ما شماست، معلم قرآن ماست. در این 10 ماهی که گذشت ما شما چی کردیم؟ قدر دوستا و نزدیکا را دانستیم که چقدر از جهان رفتن، آسان رفتن. و در هر جمعه دیدیم خبر یک مرگ دیدیم که کسی از اینجا از ما رفت. در هر ماه شنیدیم، در هر رادیو شنیدیم. ما دیروز در یکی از مصاحبه‌های تلویزیون‌های لس آنجلس دیدم که یکی از مساجد سر مسائل تکفین صحبت میکرد. باور کنیم این برادران میگفتن که در حدود 3 نفر به صورت اوسط از مسلمانان تنها به حساب فوت میشن، تلف میشن. این ماه چند میشه؟ در یک ماه شما در حدود 90 یا 100 شاید اوریجش باشه. این چیز سابقه نداشت. سال گذشته به این شکل نبود، اما امروز اینمی رقم است. و این صحبت ما از خاطر است که امید است چون خدای است. اگر خدا نمی بود امید نمی داشتیم. ما این صحبت های ما بر شما به مفهوم بودن و وقتی که قرآن ما برش ایمان داشته باشیم، وقتی شرسته آخرت خدا کرده باشیم، وقتی که مرگ قبول کرده باشیم که خداوند چی بخوایم چی نبخوایم اجل بر ما چی میکنه مطلق ساخته و ما را از دنیا میبره، پس چی ترس داریم؟
به شرط کار خانگی خود کرده باشیم، به شرط که چیزایی که خداوند گفته باشه. به این معنا نیست که سال گذشته بعضی چیزا رو که نکردیم حالا دیر است. نه، صحبت ما نیست که اینمی دقیقه اینمی ثانیه اینمی شروع کنیم و شما دیر نیست. ان شاء الله تعالی میتونیم که به حساب خدا آماده بسازیم. اولین کاری که میکنیم پشیمانی کنیم از کارهای خراب کردیم، پشیمانی کنیم، تعهد کنیم با خدای خود، توبه کنیم که کارهای کردیم ما دیگه نمیکنم، که خود خداوند تعهد کنیم. اگر در حق کسی ظلم کردیم راهش پیدا کنیم، چه رقم رضایت زور پیدا کنیم، ولی زور خداوند نمیبخشه، عقل عبد است، این پیدا کنیم. اینی شانسایی است برای ما. شما خداوند چی میگن؟ به صورت فری و مجانی و رایگان امیال یک حالت را آورده که ما با خود باییم، که شاید من 2 دقیقه بعد ما برم، شاید همی که برم موتر خود تیل پرتم، شاید ما برم، شاید از سودا شیر برای بچه خود بیارم، شاید ما برم، شاید و کسی را که ما از دورم سلام علیکی کرد. ببینید یعنی کل ما شما درست این طرف منفی از این گپ است، اما طرف مثبتش است. ما الحمدلله ایمان داریم. ایمان ما با زنده شدن بعد از مرگ است. ایمان ما با این است که خداوند هر وقت خواست حیات ما را ختم میکنه، وقتی که تعیین شده. اجل در وقت ثابت است، اجل کل تعیین است، پیش از اجل خود ما نمیریم. اما از طرف دیگه جان نکاح کردن هم شرط است. امروز اعلانهای کلگی را میشنویم و این کلش حقیقت است که سبا من تو رفتنی هستیم. ای خواهر و برادر، از خداوند ما میخواهیم چی؟ خداوند از ما میخواهد که ما آماده باشیم. یکی از الطاف خداوند است، از محبت و دوستی خداوند است که ما خود تا دوست داره، توسط کتاب خود، توسط پیامبر خود، توسط دوستای و اولیای خود بر موضوع خبر میرسانه. امروز وسایلی که داریم ما شما، وسایل ما شما را یکی با دیگه نزدیک کرده که از احوال یکی دیگه خبر باشیم. پس خودش نشان میده که ما آماده باید خدا بسازیم و این رزولوشن هایی که ما شما بر دنیا میسازیم هم ضرور است، اما رزولوشن یا پلان سال آینده را نه که پلان آخرت خود به حساب میتونیم بسازیم. چقدر قرآن ما امسال یاد میگیرم، چقدر سوره ها را حفظ کنم، چقدر نماز خود بهتر بسازم، چقدر با اولادای خود و فامیل خود نزدیک شوم، با پدر و مادر خود دوستی. یعنی این پلانایی است که درجه داره. رابطه با خدا، رابطه با حساب با فامیل، با پیامبر صلی الله علیه و آله، با کتاب خدا و غیره و غیره. اقوالیت اولویت ها را با حساب ما چی کنیم؟ در ردیف‌های مختلف بانیم و از بالا شروع کنیم که تا خداوند ما را کمک کنه در باره ازین. و چیزی که خداوند بر ما شما توصیه میکنه، بهترین توصیه بر شما چی است؟ تقوا برید. که در خود در قسمت میگم کسایی که تقوا بره، کلان گپ است که با خود تقوا را پیشه کنه و از این دنیا که میه با تقوا بره. و در حقیقت همین مهمترین گپ است که خداوند بر ما یاد میده که با تقوا برید. اگر جمله کسایی نباش که مرا فراموش کردن، چی معنی میداد؟ این نیست که وجود خداوند یا خود موجودیت خداوند کسی انکار میکنه. اگه انکار هم کنه اصلا در قلب خود قبول دارش و زبان رو نمیتونه بیاره. که کافر همین رقمی باشه، کافر است که کفره پنهان میکنه، حقیقت جرات نداره که بگویه. مشرک کسی است که قبول داره اما در پولیش کس دیگر میره، در پولیش یک خدای دیگه میسازه. این فرق مشرک و کافر است. کافر میفهمه که هست اما چی میکنه؟ میگه ما قبول ندارم. اما در یک جای وجودش، اما کسی که بیدین هم از دین داره، اما بیدین شاید نزدیکتر از کسی باشه که شک میروزی که بیدین در یک دکه میتونه دیندار شود. اگر خداوند مقلل قلوب و الابصار است، مثل که در پشتر دیدن، و خداوند میتونه با اساس حدیث که با انگشت بلاکیف خود چپه را راسته کنه و راسته را چپه. ما شما دیدیم چی رقم مردم در دین آمدن. پس مهمترین مفهومی که از این آیه ما میگیریم که حقوق خداوند است. بالای ما حقوق خداوند است که ما چی رقم حقوق خداوند کسایی که برش خطاب میکنه. این زمان نازل شده که کسایی که اهل کتاب بودن خداوند میشناختن، با حساب خداوند بر ازوا خطاب میکنه، میگه شما با دنیا قدر مصروف نشین، با او حواس دانه غرق نشین که ما را فراموش کنین. ما چی میکنم؟ ما باعث میشم، یعنی ما باعث میشم که شما خود فراموش کنین. وقتی که خود فراموش کردین، خدا خود از فراموشتان شده و فراموشی شما سرگردانی شماست. مثل از اینکه شما در یک آدرس برین، در یک تاریکی باشین و نفهمین که کدام طرف چپ است کدام طرف راست است. و کسایی که در دنیا گم می باشن، سرگردان می باشن، راه از پیششان گم است.
سم بکمن امیون فهم لا یرجعون. خداوند در قرآن میگه یاره کر و کور و لال میسازم، یعنی قلب و یاره و حساب چی میسازم؟ رقم میسازم که یا درک کردن ندانن. کسی که درک میکنه نعمت خداست، کسی که علم و حساب میشناسه یا میخوای پشت علم میره، نعمت خداست که خداوند برش ارزانی کرده. رزق تنها نان نیست، رزق علم است، رزق دانش است، رزق استعدادایی است که به خیر بشر و به خیر انسانیت استفاده میشه. این رزق است که خداوند بر هر کس میده، به حساب میتونه بده. ببینید هر صحبتی که میکنیم خداوند دایش است، چی بخوایم چی نخواهیم. در غیر از ما دیگه تلویزیون صحبت نمی داشته باشیم که صحبت مفت باشه، صحبت باشه که ما رو به خداوند نزدیک کنه. تلویزیون ایمان نامش است، از خاطر که ایمان ما را با حساب چی کنه، ایمان ما را تقویت کنه، تشویق کنه. نه تنها ما را، ایمان کسایی که میشنون. تلویزیون ایمان هم تا تلویزیون باید باشه. خداوند محدودیت های داره، مشکلات های داره، ما نمیگیم که تکمیل هستیم، اما با می حداقلی که میکنیم ان شاء الله تعالی خدا کنه که خداوند را قبول کنه، باعث یک خدمتی که ما تانسته باشیم برای دیگه برادر مسلمان خود یا خواهر مسلمان خود یا مادر مسلمان خود انجام داده باشیم. اگر ما بتانیم که یک کلمه به کسی از طریق تلویزیون بیاموزانیم، الحمدلله خداوند از ما ان شاء الله که راضی می باشه. پس چیست حقوق الله؟ چی است حقوق الله؟ شریعت خداوند است. حقوق الله عبادت و طاعت خداوند است. حلال و حرام است که خداوند بر ما و شما او را چی کرده؟ در قرآن ذکر کرده، توسط پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر کرده. در این باره باید ما شناخت داشته باشیم که خداوند بالای ما چی حقوق داره. پشت از این نمیگیریم پدر و مادر در اینجاست، اولاد چی است، تنها سر خداوند صحبت میکنیم. حقوق خداوند این است که ما را کل چیزها را داده، حیات داده، ما را انسان آفریده، تمام نعمات بر ما شما داده. اما حقوقش چی است؟ از ما میخواین میگه ما را تنها عبادت کنید، برای ما شریک نبرید. شما شریک بر ما میارین یا ما را حساب میخواین که فراموش کنین، خود در حقیقت فراموش کنین، با ما هیچ ضرر نمیرسه. و اگه تمام جهان یک طرف شو، اگه خدا بخواه با یکی ما شما ضرر رسانده نمیدانه. در قرآن آمده و میگه تمام جهان یک طرف شو بخواه به شما نفع برسانه، اگه ما نخواهیم خداوند میگه کسی به شما نفع رسانده نمیدانه. سبحان الله. ببینید بشر چقدر ناچیز است، بشر چقدر امروز مظلوم است، چقدر ضعیف است. این بشر به حساب بازی بال پشه، خداوند در قرآن مثال میزنه بال پشه را. شما برین بال پشه را امروز مطالعه کنین. سرزو ما یک روز ارتکار خانم در بال پشه تقریبا 600 بال داره به حساب که میگن. این با کسی بگین میگن دروغ است، مسئله ساینتیفیک است، یعنی که پشه که به این صورت میره خداوند رو مثال میزنه و او 600 بال با اندازه خودش طبعا ما که میگیم یعنی کل زیر در مجموع که میپره بال میگن هر دو طرف. این خداوند چی رقم خلق کرده بچی؟ این مرچه را سعی کنین، این خلقت خداوند را سعی کنین یا پروردگار. خداوند واقعا در قرآن که میگه فبیای آلاء ربکما تکذبان، کدام از این نعمتهای مرا تو ای بشر چی میگی نادیده میگیری و این را انکار میکنی؟ سبحان الله. پس ما و شما مسلمان ها کار ما ایست که یکی دیگه خدا چی کنیم؟ کمک کنیم، یکی دیگه خدا تشویق کنیم، یکی دیگه خدا تشویق کنیم که از این دنیا وقتی ما پوره میشه میریم بگیم الهی شکر که من چیزها رو فهمیدم، نه تنها فهمیدم عملم برش کردم. طبعا اندازش و خداوندش برکت منازه در مقدار نیست. خداوند اگر ما رو بگیره در عمل یکی ما شما به بهشت و جایی که پلان کردیم رفتن نمیتونیم. اما خداوند رحیم است، رحمان است و خداوند رحمانیت خودش برای ما شما ثابت کرده در قرآن و توسط احادیث که رحمتش برای غضب و خشمش سبقت داره. پس به این معناست که هیچ وقت خداوند میگه شما مایوس از رحمت من نشین. در قرآن میگه برای ما شما از رحمت من هیچ وقت مایوس نشین. ای برادر ای خواهر، اگر عمل کردی الحمدلله نوش جانت زیادتر کو، اگر کم کردی کم زیادتر کو، اگر هیچ نکردی نه تازه شروع کو. هیچ وقت دیر نیست. خداوند میگه هر لحظه که تو حساب توبه کنی با شرطی که توبه نصوح کنی، توبه که از قلب اخلاص باشه، ما تو را چی میکنم؟ ما تو را قبول میکنم، ما تو را میبخشم. تو بگی دست بلند کو، تو با اخلاص پیش ما بیا. بخشیدن کار ماست. و
نگوییم ما مسلمان ها هستیم که ما مسلمان هستیم که حقوق الله را فراموش کردیم. امروز در مملکت ما چرا بدبختی است؟ برای که حق الله را کس مراعات نمیکنه. امروز عدالت وجود نداره، امنیت وجود نداره، برای که خداوند در آژندای ما نیست. در قانون اساسی ما بنام است اما تطبیق نمیکنیم شریعت اسلامی را. اگه بگوییم این طالب است، داعش است، نه. تطبیق کردن شریعت اسلامی طبیعت چیزی است که خداوند گفته به صورت درست تطبیق میشه سر کسی که مستحق است به شرایط خاص خود. شریعت برای بهبودی انسانیت آمده، شریعت برای نجات بشر آمده. وقتی که شریعت باشه عدالت است، امنیت است. وقتی که شریعت جاری نباشه، ما امروز مثال خراب برای شما میتیم. خراب در وقتی که طالبا که کل ما شما به حساب منفور هستیم از اعمالی که کردن و دعا میکنیم خداوند یارا به حساب برای راست هدایت کنه. هنوز هم دیر نیست، گناهش خود خداوند میفهمه که چی رقم ببخشه نبخشه. اما ما آرزو کنیم که یا خداوند در قلبای یا پرتن که به طرف راه راست بیان که دیگه انسانای مظلوم بیچاره این رقم قتل عام نکنن. وقتی که یا سر میبریدن، وقتی که دست میبریدن، کسی به حساب جرأت نداشت که دروازه باز یک دکان به حساب داخل چیز بگیره. دروازه مردم باز بود، کس جرأت نداشت. چرا؟ به نام شریعت گفته از یا ببینین یک شریعت تطبیق کردنش خود درست است که شرایط قطع دست و غیره قصاص یا خود شرایط خاص خود داره. مرد این نگیرین، برای که این مسئله بسیار عمده دیگه است که قصاص در کدام شرایط است و آیا امنیت وجود داره، آیا کار وجود داره، آیا حرامی است که یک کسی میره دزدی میکنه. اما در صورتی که چیزا نباشه شریعت در اون صورت تطبیق نمیشه. از این خاطر آدم جامعه را واقع بین باشد، شرایط عینی جامعه را من نظر بگیره، باز عدالت خداوند تطبیق کنه. شما ببینید چه تغییر میاد دنیا و این کار روز به روز به طرف خرابی میره و از خاطری که ما از خداوند دور هستیم. و نتیجه این میشه که خداوند میگه وقتی که شما ما را فراموش کردین، ما شما را فراموش میکنم و هوا و حواس شما قدر زیاد شده، در اون مصروف هستین و در این حق میشین. و وقتی که آدم فراموش کرد خدا، از شریعت دور شد، از اطاعت عبادت دور شد، هوا و هوس و در مجموع نفسش شیطان کنترل میکنه و همه چیزی که به حساب دیگران میکنه این تقلید میکنه. امروز ما شما دیدیم سال نو که ما شما دیدیم درختای کریسمس دیدیم که در خانه مسلمان آمده رئیس امسال از همه سال کرده به صورت بی‌حیایانه و بی‌شرمانه و حساب داخل مردم، داخل خانه مردم آمده و کسایی که کار کردن آدمایی بودن که حداقل به سن هستند که ما سنشان مشخص نمیکنم، خوب سن کافی داشتن بر درک از این موضوع. این هستند که اولادای خود به ایران به حساب غیر اسلام تشویق میکنن از خاطر هوا و هوس. گویی درختک از مقصه زیر در کریسمس براتون کردم، اما دیدیم کسایی که من سرشان حساب میکردم واقعا مایز شدم که در فیسبوک یا در پیش درخت کریسمس در خانه یک شخص گرفتن مثل که آوازه و شور نخورده. وقتی درخت کریسمس در خانه باشه در اونجا چطور امکان داره که به حساب ما بگوییم که دیگه چیزا هست؟ خداوند ما را داخل گناه نکنه، اما کسایی که دیندار هستن ایمان دارن کار را نمیکنن که کسایی که در دین ما نیستن و خداوند رقمی که ما میشناسن این کار میکنن. فایدهش چی است؟ خداوند میگه وقتی که شما شریعت ما را تعقیب کردین، وقتی که اهداف زندگیتان مطابق آخرت جور کردین، ما چی میکنم؟ به زندگی شما برکت میارم، گشایش میارم، سعادت میارم، برای شما اطمینان خاطر میارم. سبحان الله، ما چی کردیم؟ خداوند برای ما چی داد؟ سر خدا به سجده موندیم، شکر خدا را کردیم، در وقت مشکل صبر کردیم. پایین وقت نماز که کل شب جمع بزنیم 21 دقیقه محترم نمیگیره برادر خواهر. اما برای نکردن از این هزارها دلیل میاریم. این همین نشان میده که ما وقتی که خدا را فراموش کردیم، خداوند ما را فراموش کنه، ما در فکر خدا نیستیم، در فکر عبادت خدا نیستیم. در قرآن در سوره کهف خداوند میفرماید که کسی که خدا را دوست داره و از روز آخرت بهشت دوست داره، وقتی که ذکر ما یا وقتی که نام ما یا کلام ما بلند میشه، مویای جانش بلند میشه، برجسته میشه از شوق. و این از جانب خداوند است. این کار ملایی و کاری گپایی که میگن نیست، این کار دین است. یک کسایی تجربه کردن لذت از دین فهمیدن، هیچ وقت دین رها نکردن و افسوس میکنن که چرا نماز ما به وقت خوندم، چرا قضا شد یک نماز ما، نمازها را خوبان و غیره است.
و این نماز است که ما را ستون اول دین ما شما بعد از کلمه نماز است. وقتی که نماز در خانه نباشه، نماز سر یک بنده خم نشه، دیگه چیزا ناممکن است که ویسا. هر چیز از خود سیستم داره و فقط یا کن عبود و یا کن نستعین باید از جانب خداوند و از خداوند ما بخواهیم و عبادت یا در زندگی خود بیاریم، سر خود به سجده بگذاریم که لذتش بفهمیم. کسی لذت سجده فهمیده باشد که چون تو بت را پرستیده باشد. هر کس برای خود بت داره. بت به این مفهوم در اینجا الهه یا معبود میگن. اینجا مقصد از بت نیست که اما الهه برای کسایی است که سنگ و حساب معبود خود میگن، اما میگه کسی لذت سجده با فهمیده باشد که چون تو بت را پرستیده باشد که غیر تو دیگه کسی نپرستیده باشد. لا اله الا الله. او شما لذت عبادت میفهمید و این کسایی که سر خود میگذارن خداوند برای زیاد درک میده و اینا چی میشن؟ توفیق پیدا میکنن که طاعت خداوند به صورت درست کنن، خوش باشن، خوشحال باشن. وقتی که از این دنیا بودن میگن شکر، وقتی نزدیک رفتنشان شدن الحمدلله میگن و میرن میفهمن که با کی پیوند میکنن؟ به خالق خود. به اندازه بندگی خود کوشش خود کردن، تلاش خود کردن. بخشش از جانب خداوند است، بهشت از جانب خداوند است. یکی ما این گارانتی نداریم. حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله میگفت به عمل خود کسی داخل بهشت خداوند شده نمیتونه. پس کل ما این نقصه داریم و نواقص داریم. چی رقم کنیم؟ خودمون زیر محاسبه بگیریم، پلان بسازیم بر خود این سالی که آمده نیست، هدف داشته باشیم و در سالی که گذشته بودی در سال در زندگی خود بیاریم و سال آینده را با ما کمتر اولین کار کنیم ایمان خود در جایش تثبیت کنیم که در خداوند تعهدات خود درست بسازیم و خود نزدیک کنیم که اگر رفتیم دومی شکرگزاری را یاد بگیریم، در این حالتهایی که هستیم شکر کنیم و سومی که از نعمتهای خداوند چی کنیم؟ همیشه قدردانی کنیم چی به ما خداوند داده، صله رحم و حساب. پس خود را محاسبه بگیریم، پیش از اینکه محاسبه میشیم و با یک پلان هوشیارانه و معقول بر زندگی خود داشته باشیم تا آخرت ما شما بهتر شود. بهترین دعایی را که یک مؤمن ما شما در نماز میره بر ما توصیه شده که بخونیم همین است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. این بهترین دعایی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی کسایی که به حج مشرف میرفتن میشدن در طواف میگم شما می دعا را بخونید از رکوع یمانی تا چی که می سنگ حجر الاسود تا دمو قسمت همین دعا را بخونید، برای که بهترین دعاست که هم دنیا را در بر داره، دنیای حسن حسنتن فی الدنیا حسنتن فی الاخره، در حقیقت دنیایتان میتونه حسن خوب باشه و آخرتتان. از خداوند اینجا ما میخوایم ربنا آتنا با ما چی کو نصیب کو برای ما بده که چی بده؟ در دنیا هم حسنه بده و با آخرت هم. پس این به عمل باید شود. چی رقم با دنیا ما حسنه که عمل نیک وظیفه خود بسازیم و دین خودش صاحب حیاست، دین جز حیاست، با حیا باشیم در زندگی خود و در این پندمیک در این روزایی که میایه ما باید بسیار زیاد شکرگزار باشیم که در خالق خود نزدیک بسازیم و دو چیز اهمیت خاص داره. قرار که پیشتر گفتیم نزول قرآن برای ما بسیار مهم است و اسمای خداوند که اردویزی از مهمترین چیزهایی است که خداوند برای ما ذکر میکنه که ما یعنی به قرآنش رجوع کنیم، علم بیاموزیم. به علم نمیتونیم ما شما خداوند بشناسیم. برادر و خواهر عزیز و گرامی، سال 2021 قلباً برای شما تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم با گپایی که زدم سر شما را به درد نیاورده باشم. هم بر خودم دعا میکنم اگه چیز درست گفته باشم از جانب خداست و توفیق از اوست، اگه چیز اشتباه گفته باشم از نفس بنده است که ما شما معذور دارین و انسان تکمیل نیست، اما آرزوی ما نیست که بتانیم برادرانه و خواهرانه با هم نزدیک شویم، زندگی کنیم، یکی دیگه خود دوست داشته باشیم، محبت در قلب خود جای بدیم و این سال 2021 امتحان کنیم و انشاءالله تعالی این ما شما اشتباه نمی کنیم. برای که خداوند برای ما میگه شما ما را که فراموش نکنید ما شما را به فراموشی دچار نمی کنم. وقتی شما فراموش خدا نکردین، خدا شناختین، خدایتان شناختین، پس چیزی که خدا گفت انجام بدیم. دنیا گل و گلزار است، کار بسیار مشکل نیست.
فقط بیستد میگن شروع کنین. کسایی که کردن الحمدلله مقامشان شاید بسیار بالا باشه، برای ما دعا میکنیم درجات رفیع و مرتفع خداوند نصیبشان کنه. و ما کسایی که قدم قدم میخوایم به طرف بالا بریم، ما را خداوند کمک کنه، توفیق بده که بتونیم اعمال ما درست باشه، با نیت ما خالص باشه، که بتونیم مصدر خدمت شیم در اجتماع خود. وقتی که در دنیا نباشیم یک کس با اخلاص دست خود قیل کنه، بگه خداوند نمی آدم ببخشه و خیر بده، دنیا و آخرت خیر بدهش که خدمت کرد، محبت کرد و مردم کمک کرد و رضای خداوند و تقوای خود داشت، حیا داشت، اخلاق داشت، اخلاق پیامبر صلی الله علیه و آله در زندگی خود پیاده کرد، محبت خداوندی را در قلب خود داشت، نیت اخلاصش از توحید سرچشمه می گرفت و کسی را توهین نکرد، کسی را تحقیر نکرد، مغرور نبود، کبر نداشت، دیگران را به چشم کم ندید، با دنیا با حال و مال خود مغرور نشد و مصروف نشد. با این گفتار میرسیم به آخر برنامه. شما را به خداوند کریم میسپاریم تا برنامه آینده، تا صحبت‌های دیگه خوش و خوشحال باشین و خداوند در حفظ و پناه خود شما را داشته باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداحافظ.